سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی کانال فارکس منتورینگ. من ادریس هستم و با یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. لطفاً کانال رو اگه هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید، دوستانتون معرفی کنید و ویدیوها رو شیر کنید و لایک و کامنت فراموشتون نشه. مرسی. بریم سراغ مبحث این جلسه. خب از اونجایی که خیلی از دوستان از من سوال میپرسن اصلا مفهوم PDRA چی هستش و حالا توی شاید ویدیوهای دیگه جاهای دیگه دیدین و به گوشتون خورده، من تصمیم گرفتم یه ویدیو مخصوص همین مبحث تهیه بکنم و کلا بهتون مفهوم این قسمت از ICT رو ارائه کنم و امیدوارم که به درتون بخوره و براتون مفید باشه. تا این ویدیو با من همراه باشین تا کامل با جزئیات PDRA آشنا بشین. خب بهتره که از معنی این مفهوم شروع کنیم و کلمه به کلمه بریم جلو. خب ICT که سبک اینر سیرکل تریدر هستش. PDRA P به معنی پریمیوم، D به معنی دیسکاونت و Array به معنی ارنجمنت هستش که کل این مفهوم یعنی اون سلسله مواردی که توی قسمت‌های گران فروشی و ارزان فروشی چارت قرار میگیرن و میتونیم ما از اونها برای تریدمون استفاده بکنیم. به مفهوم کلی این PDRA به این معنی میشه. خب اگه شما بیاین و سقف و کف های یه چارت رو مشخص بکنید، یعنی به طور مثال ما بگیم الان اینجا ما یه سقف داریم و به همین ترتیب کف سقف کف و حالا تو روند صعودی روند نزولی هم برعکسش. شما کافیه که آخرین سقف و کفی که روی چارت شکل گرفته، حالا بهتر من این رو پایین تر بکشم که هنوز بگیم سقف جدید شکل نگرفته، آخرین سقف و کفی که توی چارت شکل گرفته، ببینید الان این کف هم اگر هنوز اینجا BOS نشه پس برای ما شکل نگرفته، پس ما کلن این آخرین کف و سقف ما هستش روی چارت. یعنی شما زمانی که آخرین سقفتون رو مشخص میکنید BOS که میکنه چارت، یعنی اینجا بریک که میکنه به این صورت، شما کفتون مشخص میشه و سقف بعدی هم بعد از این که حالا توی ویدیوها دیدید دیگه، اون بر اساس تعاریفی که تا الان داشتیم، حالا این نقدینگی اینجا جمع میشه تحت عنوان ایندیوسمنت و سقف ما تایید میشه. در نهایت ما آخرین سقف و کفمون مشخص میشه. اینجا کافیه به کمک ابزار فیبوناچی بیایم 0 تا 100 مشخص کنیم و یک ناحیه 50% رو هم روی چارت بندازیم، یعنی از آخرین سقفمون تا آخرین کفمون یک به دو قسمت تقسیم میشه، ناحیه بالایی و ناحیه پایینی و خط وسط 50%ش که این ناحیه میشه ناحیه ایکویلیبریم یا همون ناحیه تعادلی ما، و این دو ناحیه بالا و پایین نواحی هستن که برای ترید مناسب هستن و ما اونها رو برای ترید استفاده میکنیم. حالا مسئله ای که هستش توی این ترند صعودی، ناحیه بالایی رو ما ناحیه گران در نظر میگیریم، ناحیه پایینی رو ناحیه ارزان، و توی ترند صعودی زمانی که شما میخواین ترید کنید قاعدتا ترجیح میدین خریدهاتون رو توی ناحیه ارزان فروشی یا دیسکاونت انجام بدین و فروش هم اگه بخواید داشته باشین تو ناحیه پریمیوم یا گران فروشی این کار رو انجام بدین. پس این تمام این قسمت پریمیوم دیسکاونت که گفته میشه همین هستش. حالا توی ترند نزولی هم دقیقاً به همین حالت هستش، به این صورت که مجدد شما آخرین کف و سقفاتون روی چارت مشخص میکنید، از آخرین سقف تا آخرین کفتون رو یک حالا با ابزار فیبوناچی یا گند باکس به دو قسمت تقسیم میکنید. ناحیه 50%ش میشه اون ناحیه ایکویلیبریم، باز مجدد پریمیوم میشه ناحیه گران، دیسکاونت میشه ناحیه ارزان. خب منطقاً توی ترند نزولی ما ترجیحمون به فروش هستش، پس توی نواحی گران فروشی، توی نواحی گران ما شروع به فروختن میکنیم و توی نواحی ارزان اگر بخوایم ترید انجام بدیم شروع به خرید میکنیم. پس این میشه کل مفهوم PD یا پریمیوم دیسکاونت. بریم سراغ قسمت ارای یا همون ارنجمنتمون یا همون ترتیبی که ما نیاز داریم برای گرفتن ترید توی این نواحی که خدمتتون عرض کردم. خب حالا اون قسمت ارای برمیگرده به همین نواحی که ما برای ترید استفاده میکنیم ازشون. اگه بایاس ما صعودی باشه یا مثلا ترند بولیش داشته باشیم، قاعدتا شما به دنبال معاملات خرید خواهید بود. زمانی که معامله خرید ما میخوایم بکنیم توی نواحی دیسکاونت چارت دنبال خرید هستیم، و اگه بایاس چارت اون نزولی باشه ما دنبال فروش هستیم و قاعدتا توی نواحی پریمیوم دنبال ترید های فروش خواهیم بود. حالا این نواحی که تعریف شده توی این قسمت ارای
به چه نواحی گفته میشن. خب بیایم به ترتیب بریم جلو. ما توی نواحی بولیشمون میتونیم بولیش میتیگیشن بلاک رو در نظر بگیریم و بولیش بریکر بلاک. در این حال توی حالت بریش ما بریش میتیگیشن بلاک و بریش بریکر بلاک رو در نظر میگیریم. حالا من ویدیو کامل میتیگیشن بلاک و بریکر بلاک رو توی کانال گفتم، میتونید ببینید به طور مفصل. من فقط اینجا یه یادآوری خدمتتون عرض کنم. به این صورت بود که حالا من اینجا مثال سعودی رو براتون میزنم توی حالت بولیش، برعکسش حالت بریشش هم به همین صورت خواهد بود. منظورم از بولیش این هستش که ما بایاس اصلیمون سعودی باشه. زمانی که بایاسمون سعودی هستش، شما آخرین سقف ما زمانی که بریک میشه، اصطلاحاً نقدینگی آخرین سقف جمع میشه، برمیگرده، یه چنج اینجا به ما میده، ترند رو معکوس میکنه و در اینجا این آخرین کندل سعودی که باعث جمع‌آوری این نقدینگی آخرین سقف شده و ما بین دو تا سقف، یعنی کف بین دو تا سقف ما قرار میگیره، برای ما حکم بریکر بلاک رو داره که در واقع احتمال میدیم که قیمت بخواد برگرده به این بریکر بلاک واکنش بده که ما اینجا بهش میگیم بیریش بریکر بلاک. یعنی توی حالت سعودی وقتی که به چنج میشه، در واقع کف پایین تر میزنه از کف قبلی ما، بریکر بلاکمون به صورت بیریش تشکیل میشه و حالت میتیگیشن بلاک هم به همین صورت هست، با این تفاوت که دیگه این نقدینگی سقف آخر جمع‌آوری نمیشه، اصطلاحاً بریک نمیشه و قیمت میاد و دوباره به همون ترتیب این چنج اتفاق میفته و این آخرین کندل ما حکم میتیگیشن بلاک رو داره برای ما و انتظار داریم قیمت بخواد به این واکنش بده. پس این میشه بریکر بلاک و میتیگیشن بلاک در حالتی که از حالت صعودی به نزولی تبدیل میشه و برعکسش هم دوباره به همین صورت هستش و نقدینگی آخرین کف اون تو روند نزولی جمع‌آوری میشه و بریکر بلاک رو تشکیل میده پس از چنج و یا نمیتونه نقدینگی آخرین کف رو جمع‌آوری کنه و میتیگیشن بلاک رو بعد از چنج ایجاد میکنه. این هم تو روند نزولی که اونجا بریکر بلاک و میتیگیشن بلاک صعودی ایجاد میشن در واقع. خب پس این دوتا مورد میشه دوتا مورد اولیه‌ای که ما توی در واقع اون ارنجمنت پیدیمون دنبالشون هستیم. مورد بعدی لیکویدیتی وید هست که همون حفرات نقدینگیه که توی باز ویدیوهای ابتدایی کانال کامل توضیح دادم. مورد بعدی فیر ولیو گپ هستش که خب این که دیگه خیلی مفصل همین اخیراً توی کانال راجعش صحبت کردیم. تمام این فیر ولیو گپ ها میتونن جزو نواحی تریدی باشن که توی پی دی میتونیم ازشون استفاده بکنیم و در نهایت اوردر بلاک ها توی حالت بولیش اوردر بلاک، توی حالت بریش اوردر بلاک، بولیش ریجکشن بلاک ها و بریش ریجکشن بلاک که این هم باز ویدیوهاش کامل آموزش هست توی کانال، میتونید ببینید که من دیگه نرم سراغ طولانی کردن ویدیو بخوام توضیح بدم خدمتتون. و در نهایت کف قبلی ما توی حالت صعودی و سقف قبلی ما توی حالت نزولی. تمام این مواردی هستن که تحت عنوان اون سطوحی که ما میتونیم برای ترید ازشون استفاده بکنیم و ستاپ بچینیم کاربرد دارن و شما میتونید هر کدوم از اینها رو به صورت جداگانه تحت عنوان یک ستاپ مجزا ازشون استفاده بکنید. فقط شرطش این هستش که حتما توی به این نواحی پریمیوم دیسکاونتش توجه بکنید. یعنی ابتدا روند رو مشخص کنین، پریمیوم دیسکاونت رو مشخص کنین و در اون ناحیه به دنبال یکی از این ستاپ ها و برای ترید از هر کدوم از اینها میتونید استفاده بکنید و هر کدوم رو به صورت مجزا توی استراتژیتون قرار بدین. من فقط یک مثال جزئی روی چارت بزنم دیگه که از این نواحی رو، چون اگه همش رو بخوایم صحبت کنیم راجبش کلی وقتگیر هستش و میدونم همتون هم کامل مسلط هستین به این مطالب اگر ویدیوهای کانال یوتیوب فارکس منتوری رو کامل دیده باشید. پس فقط یه مثال برای این که روی چارت بهتر براتون نفس جا بیفته میزنم و ویدیو رو به پایان میرسونیم. خب این یک ترند سعودی هستش. شما فرض رو بگیرین که ما بعد از این شکست دیگه مابقی چارت، یعنی این قسمت چارت رو قاعدتا نداریم. این سقف برای ما تایید شده زمانی که این نقدینگی اینجا جمع‌آوری شده. این حالا ایندیوسمنت ما بوده، این سقف برای ما تایید میشه. پس این سقف رو داریم زمانی که میاد و این سقف رو بریک میکنه و اینجا بریک آف استراکچر اتفاق میفته
و این BOS برای ما اتفاق میفته و این شکست با بدنه انجام میشه، منطقاً این کف هم برای ما تایید میشه. و خب همه افرادی که ویدیوهای قبلی کانال دیده باشن متوجه این تحلیل کاملا میشید. خب زمانی که این کف برای ما تایید میشه، انتظار داریم که سقف بعدی هم برای ما تایید بشه. و حالا اینجا که این ایندیوسمنت، بذاریم من این مقدار زوم رو بیشتر کنم، اینجا که این سطح ایندیوسمنت برای ما، یعنی این نقدینگی برای ما جمع آوری میشه، این سقف هم برای ما تایید میشه. بچه‌ها اینجا این ساید نیست، چون میدونم باز بعدا سوال میپرسین از من. این کندل مشکی هم سطح با این کندله، پس این کندل معیار ما میشه و کفش زده شده و در نهایت این نقدینگی ایندیوسمنت محسوب میشه. خب این ایندیوسمنت هستش و اینجا سقف برای ما تایید میشه. زمانی که این سقف برای ما تایید میشه، ما این قسمت چارت رو قاعدتاً، این قسمت مابقی چارت رو نداریم. پس این آخرین کف، آخرین سقف، ناحیه PDRA برای ما مشخص میشه و چیزی که ما اینجا داریم میبینیم به این صورت هستش که این سطح اوردر فلو و در نهایت اوردر بلاک که داخلش هستش سطح مد نظر ما برای ترید هستش. و حالا نواحی دیگه هم توی این قسمت کاملا مشاهده میشه. همونطور که میبینید ما FVG ها رو داریم توی این قسمت و حالا اینجا هم ما FVG داریم که قیمت بهش واکنشی نداده و یک اوردر بلاک هم منطقاً این پایین داریم که اوردر بلاک ناحیه پایین تر ما هستش و قیمت میتونه به هر کدوم از این موارد واکنشش رو بده. شما زمانی که این تحلیل رو میکنید بایستی توی این ناحیه دیسکاونتتون به دنبال یکی از اون مواردی که من چند دقیقه قبل خدمتتون توضیح دادم باشید و ببینید کدوم یکی از اون نواحی برای شما ایجاد شدن. حالا به طور مثال این ناحیه هم میتونه برای ما یک ناحیه، این کندل اینجا تحت عنوان کندل بریکر بلاک سعودی تعریف میشه. رنگش رو عوض کنم. خب این نقدینگی اینجا جمع شده، بریک شده زمانی که سقف، این کف، سقف، کف پایین تر و در نهایت اینجا چنج اتفاق افتاده. ناحیه از حالت نزول، توی من حالت دارم اینترنال رو صحبت میکنم بچه، و اینترنال ما از حالت نزولی به صعودی تبدیل شده. پس این میشه حکم بریکر بلاک صعودی رو برای ما داره و روی این ناحیه هم میشه ترید رو انجام داده. قیمت میتونسته به این هم واکنش بده. پس ببینید شما میتونید تمام سطوح رو، گفتم بهتون، میتیگیشن بلاک اگه هست، بریکر بلاک اگه هست، فیر ولیو گپ، اوردر بلاک، ریجکشن بلاک و حالا حتی گفتم توی حالت صعودی ما آخرین کف رو هم معیار ترید قرار میدیم. یعنی این ناحیه هم، یعنی این آخرین کف ما منطقاً یکی از نواحی مناسب برای ترید توی ترند صعودی هستش که خب الان توی این حالت ما توی این قسمت دیسکاونتمون هم اوردر بلاک ها، هم بریکر بلاک و هم آخرین کفمون که اورد لو ما هستش رو مشخص کردیم. هر کدوم از اینها که قیمت واردش بشه میریم تا این پایین‌تر تاییدیه رو میگیریم و میتونیم تریدش بکنیم که اینجا به اولین اوردر بلاک همون دیسیژنال ما، سطح دیسیژنال ما واکنشش رو داده قیمت و بعد از اون به سمت بالا حرکت کرده. خب حالا مجدد اینجا بریک اتفاق افتاده. شما منتظر میشید این کف که تایید میشه سقف بعدی اون مشخص بشه و باز دوباره ناحیه PD رو بکشیم و در ادامه ترید رو روی اون هم انجام بدیم. خب امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و استفاده بکنید، توی استراتژیتون مجدد قرار بدین این نواحی رو و ازشون نهایت استفاده رو ببرید. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو هفته آینده، خدا نگهدارتون.